سلام عزیز دلم، چطوری؟ خوبی؟ اتفاقا دیشب خوابتو دیدم، به خدا دلم پیشت بود. نگو. آره میدونم هر وقت تو زنگ میزنی من اینو میگم، ولی واقعا خوابتو دیدم. قربونه تو. چه خبر؟ همه خوبن؟ خب جان قربان. آره باقالقا تو مجبور نیستی حتما با پاچه باقالا درست کنی. آره بابا، ما خودمونم اصلا خیلی وقتا پاچه باقالا نداریم. همین کشاورزی بهش میگن، کشاورزی، باقالا کشاورزی. خب ما هم خشک میگیریم، خیس میکنیم. آره قربونه. خدا بیامرزه بابا رو. بابا خیلی باقالا قاتق دوست داشت، یعنی انتخاب اول آخرش بود. آره خیلی واقعا خوب خوشمزه است. به نظر من یکی از راحت ترین غذاهای گیلانی. البته ها غذاهای گیلانی گولزنکن، میدونی که مقدمات زیاد داره. تو اگه اونا رو آماده داشته باشی دیگه خیلی راحته. مامانای ما میدونی چی کار میکردن؟ اصلا خیلی الان یه خاطره بامزه. هر وقت میخوام باقالا قاتق درست کنم یادش میفتم. این 2 خاطره دارم. ما چالوس تو کوچه بانک سپه می نشستیم. بعد اون خونه‌ای که می نشستیم قبلا مال صاحب قنادی کامران بود، حاجی کامران. و خانومش مثل که همیشه زیاد باقالا پاک میکرد، جوری که میمد رو پله تو کوچه مینشست و همسایه هم کمکش میکردن. بعد به شوخی میگفتش که همسایه ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم. بعد میگفتش که حاجی رن جوجه کباب جا بهتره، انا حاجی رن جوجه کبابه، اینجوری میگفت. یعنی اصلا اگر بهش باقالا قاتق میداد 100 تا غذای دیگه هم بود، اصلا حاجی غذای دیگه رو نگاه نمیکرد. بابای خودم هم که ایتا تیان پلا خوردی باقالا قاتق امره. ایتا تیانا پلو میریخت، خروش یک عالمه، حداقل 2 بوته سیر با هر وعده غذا یا یه دونه پیاز. بعد چی جوری بابام چاق نمیشد؟ آره قدیما مردم یا دست جمعی پاک میکردن، همسایه ها کمک هم میکردن، یا مثل تفلک مامان دیگه. مامان اهل رفت آمد با همسایه نبود، میشناسی که اخلاقش چجوریه. الان یه ذره همسایه الانش رو دوست داره، یه وقتایی برای هم یه چیزی میفرستن، یه وقتایی پیش هم دیگه میشینن یه چایی میخورن، یه درد دلی میکنن. ولی اون موقع مامان بعد از شام که ظرفا رو میشست دیگه خیس میکرد، 1 کیلو 1 کیلو 2 کیلو 2 کیلو خیس میکرد، یه نصف روز یه روز خیس میموند، یعنی تو آب میموند. بعد که نرم میشه دیگه، منم نمیتونستم کمکش کنم، خیلی دلم میخواست کمکش کنم ولی هم مشتام کوچیک بود، بعد زود دستم خسته میشد، بعد من جنس ناخونام خوب نیست. من 2 تا پاک میکردم میرفتم کنار. مامان تفلک همجور پای سریال، چه سریالای اون موقع، پدر سالار، نمیدونم، خانه سبز. ببین نگاه کن، البته این تفلک مامانای ما که زیاد پاک میکردن، اولا که یک وسواسی دارن که باید همیشه آماده باشن. مثلا خاله من اینجوریه که با افتخار میگه هیچ وقت هیچ مهمون سرزده‌ای نمیتونه منو غافلگیر کنه، من همیشه آمادم. یعنی 3 سوته میتونه برات یه سفره شاهانه بندازه. خب تو اون درگیری ها رو نداری، به نظرم کم کم خیس کن. آها تا یادم نرفته به زدای مامانا رو در بیارم. آقا ما همون یه مشتی هم که برای مامان پاک میکردیم، مامان 1000 تا قرب جان ما میزد. یه زایده ای داره گوشه اون باقالا، مامان همیشه میگفت دماغش رو بگیر دختر. میگفتم مامان این میره توی آب، میاد روی آب دیگه. میگفت نه اون دماغش رو بگیر، من حساسیت دارم، اون قشنگ نمیشه تو خورش. بسم الله. الان من اصلا به این حرفا گوش نمیدم، ولی چون من دارم به تو دستور اسیر میگم، وظیفه دارم اینه یه مادر به تو بگم.
اگر عجله داری حالا نیازی هم نیست این کار بکنی. بعدن که اون خالی کردی تو سبد تو آبکش، اینجوری با دست یه چیز کنی همش میره خودش. بقیه چیزایی که دارم بهت میگم واقعا به ذائقه است از این به بعد. یکی پرسیر دوست داره، یکی کم سیر دوست داره. من خودم اگه بخوام برای 2-3 نفر باقالا درست کنم یه بط سیر رو دیگه میریزم توش. به نظر من باید بریزیم. حالا تو دیگه ببین به ذائقه خودت. میخوای فردا بری سر کار؟ اصلا توصیه میکنم نخور باقالا تو. خلاصه کویسای بیم. باقالا رو سیر رو من دیدم بعضی رنده میکنن تو کره سرخ میکنن جدا، بعد شروع باقالا رو بهش اضافه میکنن. من این کارو نمیکنم. حالا اگه میخوای کره بزنی دوست داری که یه طعم خاصی بگیره اوکی، اون مشکلی نداره. بعد سیر رو من همجوری خورد میکنم از طول پرک پرک طور که شبیه همون دونه‌های باقالا بشه، قاطی دونه‌های باقالا بشه. بعد همزمان جدا هم سرخ نمی کنم سیر رو، من اینجوری سرخ میکنم همزمان. این روغن رو میریزم تو دیگ، تو گمچ که اگه داشته باشی که درست کنی که چه عالی. فلفل، نمک، زردچوبه بزن. زردچوبه دست دلبازانه بزن، ولی نه یه جوری که بوش غالب بشه، رنگ بگیره قشنگ. رنگ باقلا قاتق به زردچوبهشه. شیویدم من خودم تازه رو به خاطر رنگش دوست دارم، ولی اکثر وقتا شیوید تازه نیست دم دست. شیوید خشکم میتونی بزنی. سیر و باقالا رو تفت میدی با روغن. اگر تفت ندی خوب، و اگه باقالای تو کشاورزی باشه خیلی سریع له میشه. یعنی چنان به سرعت له میشه که تو اصلا دیگه به اون مرحله تخم مرغ نمیرسی. چون تو تخم مرغ هم حداقل باید 10 دقیقه قل بخوره توش که خودشو ببنده دیگه، حداقل. پس حسابی باقالا رو تفت بده. من خودم دوست دارم یه کوچولو مثلا یه مقدار بعضی از دونه‌های باقالی له هم شده باشه. اون باقلا قاتق محبوب منه. در باب علاقه خودم به این خورش بگم که یعنی همین بس که من از مدرسه که می اومدم، مامان چون کارمند بود نهارا میرفتم خونه عزیزینا. بعد خب خاله اون موقع هنوز ازدواج نکرده بود و بیشتر کارهای خونه و آشپزخونه رو خاله انجام میداد. و من همجوری دست رو نشسته آخ جان باقلا قاتق داریم، فوری یه پیاله برمی داشتم از این گل سرخیا کوچولو که اصلا دوام هم نکنه، حالا یه ذره بخورم میتمده کفته. بعد هنوز یادمه که مثلا قول میزد در این مرحله. بعد تا میخواستم بخورم خالم داد میزد کور اون الان خیلی داغه، تی هضمدان رو سوزنی. هضمدان. بعد جالبه خودش مینشست سر سفره، بعد هنوز داغ بود دیگه، خودش میخورد میگه وای من از زکگم می هضمدان بسوخت. برنجت هم بذار دم بکشه. کته فقط کته‌ای که بدون روغن باشه، کته شمالی. نمک، آب، برنج. قشنگ آبش که خوش شد، وقتی که جمع شد یه ذره اون اواخر زیرش رو زیاد کن، بذار تدیک ببنده. حالا اینجا مرحله اضافه کردن آبه. خیلی حساسه. اگه آب زیاد بریزی باقلا قاتق تو زیاد آبکی میشه، بعد اون وقت باقلا له میشن، یه عالمه آب داره. کم بریزی که اصلا هیچی، اون دیگه مشخصه. یه بند انگوش روی باقلا رو آب بگیره کافیه، چون اصلا بعضی وقتا یه ربه میپزه تا به خودت میای میبینی باقلا پخته. اگر مای لوایی داری که وای، مای لوایی که قبلا کز دادی، پوستشو کندی، زیر آب گرفتی، شستی، توی نلبکی بذار روی برنجت که باقلا قاتق باید با ماهی باشه.
همیشه من یادم میاد، مگر در روزایی که واقعا یا مضیقه بود، مضیقه مالی بود، یا اینکه واقعا وقت نبود یا تموم شده بود، وگرنه همیشه یا ماهی شور که سرخ میکردیم، حالا یا کولی یا سفید، یا اینکه ماهی لوایی، یا اصلا خود ماهی تازه. باقالا رو که پخت، آبش هم دیدی اندازه است، نگرانی دیگه ای نداشتی، وقت اضافه کردن مرغانه است. همیشه وقتی میخوام مرغانه اضافه کنم یاد هموتاقی میافتم، سمانه. همیشه هر وقت عاشق باقالا قاتق بود، بچه قاضیان بود، همیشه میگفت باقالا قاتق، آقا جان گوش، مامان گالوش. منم نمیدونستم چی میگه. یکی دیگه یه چیز دیگه که میخون، باقالا قاتق بی مرغانه 7 الاغ تیم مهمانه. من گفتم خدایا اینا دیگه چیه؟ بعد یه روز رفتیم تعطوشو در آوردیم، مثل اینکه اگه باقالا قاتق مرغانه نداشته باشه خیلی زشته دیگه. هرچند یه چیزی بگم، من خودم به عنوان یه بچه گیلک هیچ وقت دوست نداشتم این مرغانه‌های تو خورشتا رو. یه چیزی تو انگلیسی هست بهش میگن acquired taste، یعنی یک چیزی که باید زمان ببره، شما اولین بار دوست ندارین، یک کم طول میکشه تا شما اپریشییتش کنین، باز به قول خودشون خوشتون بیاد. یکیش همین تخم مرغ تو غذاهای گیلانیه، تخم مرغ تو ترشه تره، تو باقالا قاتق، تو میرزا قاسمی. الان خیلی دوستش دارم. مخلفات، اصلا مگه میشه بدون مخلفات؟ تورو، انواع اقسام ترشی، ولی این ترشیه که میگم خب بیشتر دیگه، سیر، بادمجون، هفته بیجار، زیتون پرورده اگه باشه که چه بهتر. وای دلم خواست زیتون پرورده های مامان، آخ زیتون پرورده های مامان. بعد و اینکه دیگه نوش جان دیگه.